چرا EF7 سلطان شاتون زدن شد؟ با من همراه باش. یکی از دلایلی که توی موتورهای EF7 مدل پایین زیاد شاتون زدن دارن دوستان اوور ماژوله. میبینین خنک‌کن اوور ماژولشون چقدر نازکه. اوور ماژولای جدید پهنن. موتور EF7 یه موتور حرارت بالایه و نیاز داره به تبادل حرارتی بهتر. رادیاتوری پهن‌تر گذاشتن که خیلی سریعتر روغن این موتور خنک بشه. زمانی که روغن خنک میشه باعث میشه موتورتون نرمتر، روونتر، بهتر کار کنه. توصیه من به شما فالوورای گلم اینه که روی ماشینتون اوور ماژول مدل پایین دارین، کاملا با چشم قابل تشخیصه، حتما از اوور ماژولای TC استفاده کنین که جلوگیری کنه از خسارت‌های خیلی سنگین در آینده. به همین خاطر توی ماشینای مدل بالا خبری از شاتون زدن نیست.